بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه جهانی نور، وقت همه شما بخیر. برای همه شما آرزوی سلامتی و عافیت دارم. انشاءالله که خوشبخت باشید. ولی این برنامه انس با قرآن در راستای خوشبختی و سعادت واقعی در سایه قرآن کریم طراحی شده. در اولین قسمت از این برنامه با شما هستم. افتخار بنده اینه که بتوانم در کنار آیات قرآن کریم در سایه این کتاب مبارک، کتاب کریم، کتاب مجید، کتابی که آیاتش محکمات است و تا قیام قیامت رسالتی روشن، پیامی گویا برای همه بشریت به همراه دارد، با هم باشیم. با یک نشید کوتاه و زیبا در وصف قرآن به سراغ این برنامه می‌آییم. القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير بله، با سلام مجدد و آرزوی موفقیت و سلامتی و خوشبختی برای همه شما بینندگان عزیز. با قرآن باید زندگی کرد، با قرآن باید انس گرفت، با قرآن باید آشنا شد تا این پیام و رسالت الهی را خوب فهمید. این برنامه تفسیری نیست. این برنامه‌ای برای جدال و مناقشه و گفتگوی متخاصمانه‌ای که در مدارس دینی یا حوزه‌های علمی یا دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها رواج دارد نیست. این گفتمان ساده و راحت بین من و شما بینندگان عزیز هست. از خلال آیاتی که بعضی از آنها را میشنویم، از خلال آیاتی که بعضی از آنها را با تلاوت‌های زیبای قراء و قاریان مخلص پاک و خوش صدا با هم دیگر این تلاوت‌ها را گوش میدیم و در کنار گوش دادن به تأمل و تفکر و تدبر میپردازیم. این آیات را کمی با خودمون با عبارتی راحت و ساده مرور میکنیم تا معانی اون رو بفهمیم، به مدلولات اون، به مفاهیم اون آشنا باشیم. باز دوباره میخوانیم و دوباره میخوانیم و دوباره میخوانیم و اگر نتوانستیم بخوانیم باز دوباره گوش میدهیم و گوش میدهیم و گوش میدهیم تا آنقدر این تلاوت ها بر گوشمان آشنا شود، بر قلب‌هایمان بنشیند.
و اعضا و جوارحمان آنگونه که قرآن از ما میخواهد به خشوع و خضوع درآید. خداوند عزوجل فرموده است که ما قرآنی نازل کردیم که اگر بر کوهها نازل می کردیم آنها متلاشی می شدند. دلهای بندگان بعضی وقتها آنقدر در تلاطم زندگی به غفلت و فراموشی واداشته می شوند که از صخره‌های سخت نیز سخت‌تر می شوند. آنقدر سخت می شوند که تلاوت قرآن برایشان معنا ندارد. دستشان برای به دست گرفتن مصحف و قرآن نمی رود. زبانشان در تلاوت قرآن به حرکت در نمی آید. قلبشان برای شنیدن و یا تلاوت قرآن نمی تپد. قرآنی که خداوند عزوجل می فرماید وقتی اهل ایمان آن را بخوانند چشمهایشان اشکریز می شود، دلهایشان به تلاطم در می آید و جوارحشان به خضوع و خشوع در می آیند. بیایید بدور از تمامی هر گونه کدورت‌ها، هر گونه اختلافات، هر گونه کشمکش‌های فکری و جنگ و جدال‌های عقیدتی باری دیگر با قرآن انس بگیریم، به قرآن رو بیاریم، به خاطر خدا و به خاطر قرآنی که دوستش داریم، به خاطر قرآنی که امروز 1,700,000,000 مؤمن و عاشق و پیرو دارد. پیروی که بعضی هاشون واقعی نیستند، نسبی هستند و بعضی هاشون از اون بیگانه اند و بعضی ها از اون خبر ندارند، ولی بالاخره امت قرآن تلقی می شوند. بیایید با همدیگر بدور از تمامی اختلافات، بدور از تمامی کدورت‌ها، بدور از تمامی مشکلات قرآن را عاشقانه به آغوش بگیریم و برای اون احترام قائل بشیم و بخوانیم. برای این کار گوش جان می‌سپاریم به تلاوت زیبایی از سوره مبارکه الفاتحه، اولین سوره قرآن، تا مقدمی باشد بر سرای سخنانی که بعد از اون عرض میکنم خدمت شما. تا که فرمان لطف کنید سوره فاتحه را برامون پخش کنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمین. بله، این سوره‌ای که بارها شنیده ایم و بارها خوانده ایم و بارها هم میخوانیم، کمی بیشتر به مدلول آن فکر کنیم. خداوند عزوجل در این مقدمه این برنامه میخوانم که با تمامی حمد و ستایش، با تمامی ثناهایی که مستحق و شایسته ذات ابدیش و اجلیش هست، ما را با قرآن بپذیرد، دلهایمان را با قرآن انس دهد، چشمهایمان را با دیدن قرآن و زبانمان را با تلاوت قرآن آشنا بگرداند. باراللها تو صاحب قرآنی، این کلام مبارک توست که برای هدایت بندگانت نازل فرمودی، پس
توفیق هدایت به این کتاب مبین و این کتاب مبارک برای همه ما میسر گردان. قدردانی از نعمت ایمان اولین گام برای موفقیت هست، بدین معنا که انسان ناشکر و ناسپاس همیشه منفوره. این یک قاعده است. شما در مقابل ولی نعمت هاتون کمی فکر کنید. اگر پدری در قید حیات هست، انتظار دارد که فرزندانش که در خانه اون بزرگ شدند، در آغوشون بزرگ شدند، براشون زحمت کشیده، تلاش کرده، انتظار داره که خوشبخت باشند، تشکر کنند، خیلی ممنون بگن. نه به خاطر اینکه خودخواه و مغرور هست این پدر، بلکه انتظار اینه که از پدر به خاطر این تلاش ها و این زحمت ها بچه ها، فرزندان، بزرگترها و کوچکترها بدانند که تلاشی داره صورت میگیره و حق پدری داره ادا میشه. اگر خدای ناکرده توجه کنید در این میان فرزندی ناشکر باشه و همیشه ایراد بگیرد و ناشکری کنه و نافرمانی کند، این پدر چی تصمیم میگیره؟ آیا باز هم با اون مهر و عطوفت پدری با این فرزند برخورد میکنه؟ آیا باز هم مثل همیشه دوستش می‌دارد و در خدمتش میتواند باشد؟ آیا باز هم میتونه همیشه دستانش رو مثل همیشه باز نگه دارد و بهش کمک کنه؟ به طبیعت حال نه. امری است طبیعی. اولین گام برای استمرار در اون نعمت‌هایی که انسان درش به سر میبرد، فهم اون نعمت‌ها و قدردانی از ولی نعمت است، از صاحب نعمت است، از منعم واقعی است. بلا به همین دلیلم قرآن کریم اولین آیاتش را با حمد و سپاس آغاز کرده. الحمدلله رب العالمین. تمامی حمد و سپاس ها از آن الله، اللهی که پروردگار تمامی جهانیان است. رب العالمین، پروردگاری که خاص من شاکر نیست، من بنده نیست، منی که الان تشکر میکنم نیست، فقط به من این نعمت ها عطا نکرده، برای همگان، همه مخلوقات بدون استثناء از کرانه لطف و رحمت الهی برخوردارند. الحمدلله رب العالمین. الرحمن الرحیم، دو صفتی که در کنار هم نشانه عظمت لطف و رحمت الهی است و هر دو از رحمت گرفته شده. و رحمان یکی از اسمهای خاص الهی است که به تنهایی بر کسی اطلاق نمی شود. رحیم میشه گفت از لطف و رحمت و شفقت هست، ولذا قرآن کریم درباره پیامبرش به کار برد. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. وصف پیامبر صلی الله علیه و سلم در آخرین آیات از سوره مبارکه براءت یا توبه. اما رحمان برای هیچ احدی اطلاق نخواهد شد. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى. فله الاسماء الحسنى. الله و رحمان یکی هستند. الله اسم مختص خاص الهی است و رحمان هم همچنین. ولذا رحمان و رحیم در کنار هم در یک آیه دلالت بر عظمت لطف و رحمت الهی به بندگانش است. گبر، مشرک، ملحد، منافق، زندیق، همه اینها دشمنان خدا هستند، ولی در کنار بندگان صالح، در کنار پیامبران، در کنار شهدا، در کنار محسنین و نیکوکاران از خزانه لطف الهی در دنیا بهره مندند. خداوند در رحمت براشون باز کرده.
میخورند و میآشامند و استفاده میکنند و بهره میبرند از نعمتهای بیکران الهی در این دنیا. در رحمت براشون بسته نیست. این عظمت لطف و رحمت الهی است. و اینجاست که باید فراموش نکنه انسان که حساب و کتابی هست. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مقتدری که فرمان رواست در آنجا، صاحب اقتدار هست. هیچ کس در مقابل اون حرفی برای گفتن ندارد. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. هیچ کس، هیچ احدی حق دخالت در قضاوت و حکم الهی ندارد. وقتی که اراده الهی اقتضا کند که از یکی بخشیده بشه، از دیگری بخشیده نشود، یکی به جهنم سرازیر شود، یکی به بهشت رهنمایی شود، هیچ کس حق اعتراض نخواهد داشت. اینجاست که انسان عاقل، انسان حکیم، انسان دوربین و عاقبت اندیش همیشه فکر آیندهش است. آینده دور و خطرناک، آینده‌ای که باید با دستان خودش بسازد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند عزوجل می‌فرماید خداوند عزوجل سرانجام و سرنوشت اقوام و ملت‌ها را تغییر نخواهد داد مگر اینکه خودشون اراده کنند. اگر انسانی در این دنیا خود را به ناتوانی و عجز و بطالت مشغول کند، بیکار باشه، عاطل و باطل زندگی بگذراند، مسلمه که همیشه فقیر و گدا و مسکین و حاجتمند در این و اون خواهد بود. ولی یک انسان هم با همون عقل، با همون جسم، با همون توان، ولی توکل میکند، اعتماد میکنه، حرکت میکند، تلاش میکنه، به دست میاره. میشه ثروتمند، میشه دارا، میشه مقتدر، میشه صاحب نعمتی که صدها و هزاران از دستش میخورند. بعضی وقتا این در سرافرازی نعمت زندگی میکند و دیگران بهش نیازمند هستند و در مقابل این نیازمند بهش ازش تمجید میکنند، تشکر میکنند، خواهش میکنند، التماس میکنند و اون دیگری بدبخت است و در گوشه آواره. پس بنابراین عاقبت نگری و دور اندیشی هست که انسان را باید به خودش برگرداند و اینجاست که قرآن مالک یوم الدین را در اولین آیات قرآنش نشانه سعادت یا شقاوت انسانها معرفی کرد. انسانی سعادتمند است که عاقبت اندیش باشد، انسانی بدبخت است که عاقبتش را فراموش کند. بگذارید یک تلاوت زیبا، وقتم را با این همه صحبت ها پر نکنم، وقت از شما عزیزان را. تلاوت دیگری خواهیم داشت در اینجا از قاری معروف دیگر که شیخ مصطفی عزاوی، یکی از قراء بسیار مشهوری است که تلاوت آن را از سوره مبارکه واقعه گوش میکنیم. خدا فرمان اگر زحمت بکشن سوره واقعه را برای ما پخش کنند. بله.
اجازه بفرمایید. بله اجازه بفرمایید. بله این سوره. بله بله بنابراین این نوع تلاوت ها اگر که به گوشمان بخورد و به کرات و مرات گوش بدهیم، نوعی انس با قرآن برای ما مسلمان ها و اهل قرآن به وجود میاد. خواهش من اینه که خواهران و برادران عزیزی که برنامه را پیگیری میکنند نکته نظراتشون انشالله در واتساپ بنده که در اونجا زیرنویس شده بنویسند و نکته نظراتشون بدن تا اینکه بتونیم با همدیگه انشالله این برنامه را پربار کنیم. انس با قرآن به معنای آشنایی و مراجعه دیگری برنامه می شود. بله، یکی از دوستان پیام واتساپی داده که انشالله بعد پاسخش خواهم داد. نیا کنید در قرآن کریم عرض کردم خدمتتون از خلال سوره مبارکه فاتحه ما به چند نکته مهم میرسیم. من بحث تفسیری ندارم اینجا. ممکنه در آینده بعضی از آیات را گزینشی یا موضوعی تفسیر کنیم و نکته نظرات مفسرین رو خدمتتون عرض کنم، ولی در حال حاضر چند برنامه من میخوام با همدیگر یه الفت و انسی جدید با قرآن داشته باشیم. نیا کنید قرآن با حمد و سپاس آغاز میکنه. ما باید شاکر نعمتهای الهی باشیم و از خداوند در مقابل این نعمت بزرگ هدایت و علل خصوص نعمت قرآن تشکر کنیم. الحمدلله علی نعمت القرآن، الحمدلله الذي هدانا للقرآن، الحمدلله الذي جعلنا من امة القرآن. اینها را به زبان تکرار کنید. بارالله، خدایا شکرت که ما را از امت قرآن قرار دادی. خدایا شکرت که ما را به قرآن هدایت کردی. خدایا شکرت که تلاوت قرآن، حفظ قرآن، استفاده از قرآن را نصیبمون کردی. این نوع استفاده و این نوع تشکر نعمت در لطف و رحمت الهی را برای انسان باز می کند. و بعد از اون عرض کردم که بعد از اون که شما وارد یک مرحله جدیدی و آشنایی با قرآن شدید، بیاد داشته باشید که لطف و رحمت الهی اونقدر زیاده که اگر بخواهید و اراده کنید
از قراء مشاهیر دنیا هم خواهید شد، به شرطی که خودتون اراده کنید، به شرطی که شما خودتان اراده کنید. خواستن توانستن است. ما علما و مشاهیر قرائی داشتیم که در سنین بزرگسالی شروع کردند و با قرآن انس گرفتند، فراموش کردند چه بودند، تصمیم گرفتند چه شوند. یا کنید این جمله را به یاد داشته باشید، فراموش کردند که چه بودند، تصمیم گرفتند که چه میخواهند بشوند و لذا در این راستا حرکت کردند، با جدیت هم تلاش کردند و بهش رسیدند. قرآن کریم به ما یک جمله در وسط سوره فاتحه یاد میدهد که باید جلو چشمون باشه، نصب اعینمون باشه، پیش رویمون باشه. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خداوند میفرماید، به ما یاد میده فقط تو را عبادت میکنیم پروردگارا، فقط از تو یاری میجوییم پروردگارا. این دو جمله را در کنار هم با خودتون یه ذره کلنجار برید، روش فکر کنید. چرا در یک مقدمه زیبا قبل از آن و در یک دعای زیبا بعد از آن این جمله قرار داده؟ الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پشت سرش اهدنا الصراط المستقیم تا آخر. در ایاک نعبد تجدید عهد و میثاق با الله تبارک و تعالی است، بر اینکه خدایا تنها و تنها تو را بندگی و عبادت میکنم، تنها و تنها. ولذا وقتی که ایاک در قبل از جمله آمد، میتونست جمله از نظر عربی اشکالی ندارد که نعبدک باشه، ولی این کاف از اول برداشته شد، در اول از آخر جمله برداشته شد، چون جمله عربی ابتدا فعل، بعد فاعل و بعد مفعول هست. وقتی مفعول مقدم شد بر فعل، نشانه حصر و انحصار بودن آن کار برای اون ذات هست، برای اون شخص هست. پس بنابراین این جمله را بیاد داشته باشیم. اجازه بفرمایید در کمتر از این دقیقه این مطلب را تا کامل کنم. ایاک نعبد، فقط و فقط الله، فقط و فقط تو را میپرستم، تو را میپرستیم و فقط و فقط از تو یاری میجوییم. این را باید یادمون باشه که در این دو به همدیگر ارتباط خیلی قوی دارد. چرا؟ در اولی حق عبادت و بندگی از همه کس سلب میکنی جز الله تبارک و تعالی، و در کنار اون برای رسیدن به این توفیق بندگی و عبادت واقعی برای الله، از خودش کمک میخواهی، نه از کسی دیگر. اگر کسی شما را هدایت کرد، اگر کسی شما را ارشاد کرد، اگر کسی شما را نصیحت کرد، دعای خیر براش میکنید، تشکر میکنید، اما باید شاکر انعام منعم واقعی باشید و اون الله است، اونی که قلبت را هدایت داده. اگر صدها نفر جمع شوند تا یه نفر گمراه را هدایت بدن و خدا نخواد، نمیتوانند. ولذا بر سر کسی نباید منت داشت جز الله رب العالمین. یه من برنامه میگیریم، برمیگردیم خدمتتون با تماس ها، آزاد میشه و در خدمتتون خواهم بود. بله. حافظ قرآن شده فرزند من، او که باشد باعث لبخند من. حفظ قرآنت مبارک ای گلم،
برکت و نور و سعادت بهر تو. خواهم از حق نور در جانت کند، عالم و عامل به قرآنت کند. من طلب دارم ز معبود صمد، خادم قرآن بمانی تا ابد. حافظ قرآن شده فرزند من، او که باشد باعث لبخند من. حفظ قرآنت مبارک ای گلم، ای که هستی میوه فصل دلم. توی دنیا افتخار من تویی، موسم سبز و بهار من تویی. بله، با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. با برنامه انس با قرآن در خدمت شما هستم از شبکه جهانی نور. میتونید که با شماره که دوستان از اتاق فرمان زیرنویس میکنند ارتباط برقرار کنید و تماس بگیرید یا اینکه پیام واتساپ بفرستید. دوستانی از بلوچستان زحمت کشیدن SMS دادن به شماره، فرمودند که نوشتن السلام علیکم نوریان عزیز، چطورید؟ خوب هستید؟ سلامتی؟ الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر. نشسته این برنامه انس با قرآن نگاه میکنیم از بلوچستان. بله، ممنونیم. خداوند ان شاءالله بهتون توفیق بده در کنار هم دیگه قرآن را بهتر بیاموزیم و بهش عمل کنیم. بله، دوست دیگری هم پیام دادن و گفتن که سلام علیکم و رحمت الله، با تشکر از برنامه بسیار مفید. استاد مولایی عزیز لطفاً در همین برنامه اعلام کنید این برنامه چند بار چه روزهایی پخش شد، تکرار آن. والای از نظر تکرار آن، اون چیزی که برنامه برای از نظر پخش اول برنامه همین لحظه است که بنده با شما هستم. هر هفته سه شنبه ها ساعت 7 شب به وقت تهران، 7 تا 8 شب به وقت تهران، روزهای سه شنبه من در خدمت. تکرار اون رو دست بنده نیست. دوستان میگم که انشالله از زیرنویس کنید، اگر بد میشه میتونید زیرنویس کنید. از اتاق فرمان میخوام که تکرار اول و دومش اگر امکان داره زیرنویس کنن همین الان در برنامه زنده. یک تلاوت زیبایی را از سوره والفجر، من قرائت‌های مختلف و سوره‌های مختلف را گزینه کردم تا اینکه با گوشمون به تلاوت‌های زیبایی آشنا بشه. تلاوت سوره فجر از قاری مشهور شیخ سعد غامدی، این را با هم دیگه گوش میدیم و بله تا فرمان زمان که پخش کنم.
با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. برمیگردیم به استودیو و در مورد بله تماس اگر هست بس بفرمایید. آقای عبدالله بفرمایید. السلام علیکم استاد خدایی عزیز. علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم، متشکرم. سلامت باشید. استاد مولای عزیز، در برنامه زیبایی دارید اون با قرآن. بله. و ما بسیار پی بردیم قرآن را، تلاوت قرآن را شنیدیم. بله. من معتقدم اگر اون با قرآن در این کشور باشه تمام مشکلات حل میشه. الحمدلله. ما نگاه کنید از در همین قرآن شریف سوره اعراف آیه زیبای 85. بله. از به حضرت شعیب علیه السلام بعد از اینکه بهش فرمان داده میشه که بره قومش رو به خداپرستی دعوت بکنه، چی میگه بهش؟ میگه که حق و پیمان و وزن را ادا کنید و از اموال مردم چیزی نکاهید و در روی زمین بعد از آنکه اصلاح شد فساد نکنید. این برای شما بهتر است اگر با ایمان، یعنی اصلاح امور اقتصادی مردم بعد از مسئله توحید اینجا خدای متعال توصیه کرده. آیه چند فرمودید؟ سوره اعراف آیه زیبای 85. 85. بله. شما الان اگر همین مسئله در دولت عمل میکرد در کشور، همین مسئله دلار مثلا، ببینید پولای ملت و این دولت با گرون کردن دلار از دستشون نقدی میشه، جهت بود از دستشون در آورد. بانک‌ها را از ورشکستگی نجات داد، هر چیم بدهی داد این بر اون صاف کرد. حالا خودش اومده دلار داره. ممنونم برادر عزیز. آقای عبدالله بذارید ما بیشتر با قرآن باشیم، دور از مسائل سیاسی و اقتصادی روز. این آیه را با هم دیگه بشنویم اگه اجازه بفرمایید. اگر سوالی دیگه ندارید من در خدمتتون. بله. من زندگی اقتصادی مردم، شرایط خوب داشتن اقتصادی مردم از توصیه‌های قرآنیه. درسته. من خودم به نوبه خودم از رای دادن به این دولت واقعا پشیمانم و روزی توبه نکنم و خدا از گناه اون علمای ما، مولوای مرتضی نگذاره که به ما گفتن به این روحانی رای بدید. خواهش میکنم. خیلی ممنون آقای عبدالله. تشکر از تماستون. تماس دیگه هم میگیریم. بفرمایید. آقای احمد بفرمایید. سلام، خسته نباشید جناب آقای مولایی. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. وقتی که صدای دلنشین قرآن و قرائت قرآن رو از شبکه شما میشنویم، روح جانمان از تلألؤ این مرجانها و گوهرهایی که داره از زبان گاری جاری میشه واقعا روح تازه به ما میده. من یک سوالی داشتم اگر لطف بفرمایید تو جوابش رو بدید ممنون میشم، استفاده میکنید. ما در قرآن آیاتی داریم که شاید به راحتی نتوانیم معنای آنها را بفهمیم و مجبوریم به سنت حضرت رسول مراجعه کنیم. بعضی از آیاتی هستند که حتی در سنت هم برای آن تفسیری و یا توضیحی که معنای آن را بفهمیم بیان نشده. می‌خواستم بدونم که تکلیف چیه؟ چه زمانی این آیات تفسیرش مشخص خواهد شد؟ به عنوان مثال حروف مقطعه قرآن، آیاتی که با حروف مقطعه هستند، خب اینا کی تفسیرش مشخص میشه؟ چه کسی میگه؟ حتی تو سنت تفسیری برای این بیان نشده. درست. یا اگر بگیم که هیچ کسی نمیتواند تفسیرش را بدهد از اعجاز قرآن، یه خورده معقول نیست این جوابش، چون برخی از علما نظرش این بود که من مطالعه میکردم. گفتم این سوال از شما بپرسم اگر لطف بفرمایید. و اگر بگیم اصلا معنایی نداره که بعید خداوند متعال کار عبث و بیهوده انجام نمیدهد، بنابراین حتما دلیلی دارد بر نازل کردن آن و بیان و مفسری باید برای این حروف و آیاتی که مقطع هستن آماده باشد. اگر این سوال را جواب بدهید ممنون میشم از لطف و کرمتان. سلامت باشید. خواهش میکنم برادر. آقای بهزاد بفرمایید. سلام، خسته نباشید. ممنونم، متشکرم. بفرمایید. سلامت باشید.
استاد یه سوالی داشتم بفرمایید. ما تو تهران زندگی میکنیم، بعد تو کوچه‌مون با رفقامون بحث میکنیم در مورد دیروز با هم صحبت میکردیم اینکه درجات پیامبرا آیا با هم فرق میکنه، یعنی بالا پایین داریم درجاتشون یا نه. میخواستم اینو بدونم. بعد کوچه‌مون یکی دو تا خانواده هستش که فکر میکنن بهایی هن. از بهایی خیلی حمایت میکنن، طرفداری میکنن. بعد اون میگه که حضرت بهاءالله از حضرت محمد بالاتره، یعنی اینجور ادعایی داره. هر روز بحث میکنیم، بعد میگه که نه این بالاتره چون صلح و دوستی آورده، چون به خاطر اینکه تو این موقعیت زمانی که ما قرار گرفتیم که جنگ و خونریزی هستش، حضرت بهاءالله اومده بالاخره آرامش و صلح و دوستی رو به قولی به مردم به آقای بهزاد عزیز، من جوابتون رو مستقیم بدم. این آقای بهاءالله که میگن آیا کتابی داره مدون که امروز در دست مردم میتونه قرار بدن یا اینکه نه منحصر به فرده، یعنی بین خودشون هست؟ خب اینا ادعا میکنن که بله کتاب دارن. بهاءالله چرا توضیح نمیکنن این کتاب رو؟ کتاب دیگه نمیدونم حالا بله. این شرایط بله. من بهتون خدمتون عرض کنم. بهایی‌ها از اونجایی که یک به اصطلاح دین هستن و یک مذهب از اسلام نیستن، اینو قطعا بدونید، یک دین جدید خودشون میگن هستن و نماینده دارن، سخنگو دارن و رهبر دارن، خودشون میگن ما دین جدید هستیم و صاحب یک به اصطلاح یک فرامین خاصی برای خودش هستن، پیروان خودشون رو فقط تربیت میکنن اما به دیگران کاری ندارن. این عین نشانه بطلان این دین مذهب هست. میدونید وقتی کسی بر حق نباشد نمیتونه پیامش را به دیگران برسانه، اما میتونه از این باب وارد شود، فریب بده، بگه بله ما دیگران جنگ کردن ما جنگ نمی کنیم. دروغ میگن. اگه دستشون بشه خون همه را هم میرزن. ولی این بحث الان اینجا جاش نیست. ما بحثمون در این مطلب الان به سمت قرآن. بذارید از اولین روزهایی که انس با قرآن آغاز میکنیم یکی با قرآن بیشتر انس بگیریم تا اینکه مفاهیم قرآنی را بهتر بفهمیم، بعد سراغ مطالبی که خلاف اون هست انشالله وارد بشیم. در خدمتتون خواهم بود در آینده انشالله. خواهش میکنم. استاد یه سوال، یه مطلبی که میخواستم بگم، خب اینا الان در مورد صلح و دوستی و حمل و دوستی و نمیدونم اینا دارن حرف میزنن، بعد خیلی هم فعالیت میکنن، یعنی دوری نیستن که تو همه جا دارن فعالن. انشالله به جواب اونها هم از خلال قرآن خواهیم رسید حتما انشالله. من خواهش میکنم آقای بهزاد عزیز. خواهش میکنم. آقای اشکان بفرمایید. سلام علیکم، وقتتون بخیر. ممنونم آقای اشکان، بفرمایید. من خواستم یه سوالی بپرسم. بفرمایید. ما با همراه خانواده و اینها آلمان زندگی می‌کردیم. بعد دینمون مسیحی بود. منتها پدرتون حالا تدریس داشتن تو دانشگاه و اینها. دیدن که حقانیت با دین اسلام هستش و اینها و ما حالا چون تحقیقاتی راجع به این زمینه داشتیم و اینها خواستم که چند تا سوال خدمتتون بپرسم. بفرمایید. از آموزهایی که تو دین اسلام اومده از جمله چیزهایی که ما در عمل می‌بینیم. اون یه آیه قرآن هست که ظاهرا می‌فرماد که کنو دعات الناس به غیر السنتکم. بله. یعنی با فقط داشتین در واقع با رفتار خودتون بیشتر سعی کنید دعوت کنید اسلام و کسایی که حالا میخوان مسلمان بشن. خواستم بگم این تنافی که بعضی از رفتارها دیده میشه، من احساس میکنم دین اسلام دین خشونته. این همه جنگ، این همه خونریزی، این همه کشت و کشتار که داره صورت میگیره، این چجوری میتونه با این که شما میفرمایید با دین صلح و محبت و عاطفه هستش سازگار باشه؟ در صورتی که تو دین مسیحی که حالا ما قبلا دینمون هم مسیحی بود، همه خیلی خوب در کنار هم دیگه با صلح و آرامش زندگی میکردن. منتها زندگی میکردن یا الان زندگی میکنن؟ الان هم دارن زندگی میکنن. آیا تاریخ گذشته آقای اشکان، بذار منصف باشیم، آیا تاریخ گذشته صلیبی ها یا همون مسیحی ها آرامش داشته؟ یعنی جنگ های صلیبی در تاریخ شما فراموش میکنید؟ دین اسلام هم جنگ های زیادی بوده. نه، جنگ خونریزی هایی که در پیامبر اسلام انجام داد رو در نظر بگیرید. آقای اشکان شما سوالتون مختصر بفرمایید، من پاسخ میدم خدمتتون ان شاء الله. ولی بحث اینجاست که
رحمت و لطفی که مسیحیت امروز در خلال انجیل و امثال اونها به دیگران معرفی میکنه آیا واقعا برخلاف اون واقعیت هایی نیست که لشکریان صلیبی بر علیه لیبی ها، بر علیه الجزایری ها، بر علیه مسلمانان در مصر و غیر ذالک به راه انداختن؟ میلیون ها اگر نفر این جنگ های صلیبی که بر سر الجزایر و اینها اومد شما اونها رو مثال بیارید، خب ما هم میتونیم همین الان جنگ عربستان علیه یمن که همشون مسلمان هم هستن، حالا آیا شما میدونید من نمیخوام وارد این مقوله ها بشم، یعنی پاسخ شبهات بدم، چون پاسخ شبهات بحث جدایی و درس جدایی است. ما رو مجبور نکنید به اون سمت بکشید. ما میخوایم با قرآن انس بگیریم. ببین قرآن ما داره چی میگه، این که دیگران چی میکنن بحث جدایی است. فهمیدید؟ ما با قرآن میخوام انس بگیریم، ببینیم با همدیگه آیا واقعا قرآن بر حق است یا نیست، آیا قرآن میتونه مردم را هدایت بکنه یا نه. اونهایی که دور از قرآن هستن بذار اسمش مسلمان باشد یا نباشد مسلما خلاف میکنه. شما نگاه کنید، من فقط یه نمونه بعد مثالتون میزنم. هنوز که هنوز هست در مشهورترین موزه فرانسه سر سربازان الجزایری اونجا به چیز گذاشته شده، به نمایش گذاشته شده، قهرمانانی که برای آزادی ملتشون و دفاع از کشورشون دفاع میکردن و جنگ میکردن. آیا این سمپل دموکراسی و این رحمت به اصطلاح مسیحیت و صلیبیت است که بر علیه جهان عرب و مسلمان داشتن حرکت میکردن؟ ما در حال حاضر الان داریم رفتارهایی از مسلمان ها میبینیم با اون چیزی که با آموزهایی که شما میفرمایید تنافی داره. یعنی ما نمیتونیم. من عرض میکنم خدمت شما، من میگم که مسلمان های امروز از قرآن دور هستند. این واقعیت هست. به همون نسبت که از قرآن دور هستند متاسفانه مرتکب اشتباه هم میشن. مرتکب اشتباه، من نمیگم کسی مرتکب اشتباه نمیشه. من بحثم الان سر این قضیه است که حتی مسلمانش را فرا میخوانم، میگم برگردید به قرآن، ببین قرآن چی میگه. قرآن دین رحمت هست، دین ارشاد و توجیه هست، دین دوستی و محبت هست. این یک واقعیت و باید اون رو زنده کنیم. فهمیدید آقا اشکان؟ الان این که الان میفرمایید که همه ادیان حالا تو دین برتر دین اسلام هستش و همه رو به توحید دعوت میکنه که همگی زیر سایه یک علم جمع بشن. من خواستم ببینم که الان این همه تجمع هایی که این فرقه به اون فرقه میکنه، حالا اهل سنت، حالا چه میدونم شیعیان، حالا نمیدونم چیا هستن یا اهل سنت، حالا مثلا چه اختلافایی دارن، این همه دارن همدیگه رو میکوبن. این با کجای محبت و لطف و صفایی که دین اسلام اومده ثابت این همون نشانه دوریشون از قرآنه. این حقیقت داره. این نشانه دوری از قرآنه. اگر انسان با قرآن آشنا باشد، انس بگیرد، اینها کم کم برطرف میشه. شما هم در کنار ما بمونید، در خلال این برنامه ها خواهید فهمید که چگونه میتونیم که اینها رو کنار بذاریم. تماس بعدی رو بس کنید. بفرمایید آقای علی، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم آقای مولای، خسته نباشید. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. آقای مولای خیلی خوشحال شدیم از این برنامه‌تون، بحث انس با قرآن. واقعا دست شما در نکنه، انشالله حرکت مبارکی باشه. انشالله. من می‌خواستم دو تا مطلب، یکی این که واقعا محور وحدت همه مسلمان ها، همه مذاهب این قرآنه. اگه واقعا انس بگیریم به قول حضرت عالی به وحدت خواهیم رسید. خواستم فقط این مطلب عرض کنم، یکی این که استفاده ابزاری سعی کن نذارید بشه. مثلا میگم اون تماس اول دیدید خواست برد جای دیگه، اون یه مقدار کنترل کنید، عالیه. یکی هم اعمال سلیقه نشه، یعنی ما به عنوان یه شیعه به همون قرآنی که شما انس با قرآن گذارید، با همون قرآن اعتقاد دارم و با اون قرآن ایمان داریم و قرآن ما عین هم است. خواهش میکنم شبکه کلمه این که شیعه قرآن را معتقد نیست یا تعریف معتقده، اینا را جمع کنن تا یه مقدار وحدت مسلمان ها محقق بشه باذن الله و امیدوارم اثر خوبی در عالم شیعه و سنی ایجاد بشه باذن الله تعالی. بارک الله فیک. خواهش میکنم. به اتاق از آقا فرمان میخوام یک سوره زیبایی به صوت قاری مشهور عبدالرشید صوفی از سوره رعد بشنویم و دوباره برگردیم. بسم الله. بله.
پخش بفرمایید. اتاق فرمان. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سوره فجر رو نمیخواستم، چند لحظه بسم اجازه الله بفرمایید. الرحمن الرحیم. اتاق فرمان. برمیگردیم سوره رد را، اگر ممکن هست یه لحظه اجازه بفرمایید. فکر کنم کمی اشتباه کردم در انتخاب سوره. بله. لا اله الا الله. بله. خب بفرمایید. اتاق فرمان. لا اله الا الله. بله. 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 ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ر. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض. بله، همونطور که عرض کردم خدمت شما در این قسمت از برنامه‌ای که حقیقتاً قسمت اول برنامه بود و من سعی و تلاشم بر این بود بیشتر که یک مقدمه‌ای باشه برای برنامه‌های آینده. من وارد موضوعهای اساسی نشدم و انشالله از هفته آینده انس با قرآن را از خلال یکی یا دو آیه انشالله پیگیری میکنیم و تلاوت‌های زیبا را در کنار اون با هم دیگه گوش میدیم. از همه دوستان عزیزانی که مشارکت کردن امروز در این برنامه متشکرم، ولی مخاطبین ما، بینندگان عزیزمون، کسانی که دوست دارن تماس بگیرن، پیام بفرستن، اینو داشته باشن، اینو بفهمن دقیقاً
که این برنامه در خلال این برنامه ها در واقع ما سعی و تلاشمون به اینه که صفات جلال و کمال الهی را با هم دیگه از خلال قرآن بشنویم و بفهمیم، به صفات قرآن و اینکه چگونه از آن بهره‌مند بشیم. خود قرآن خودش رو معرفی کرده، از چگونه میتونیم از این قرآن بهره‌مند بشیم این رو میتونیم بفهمیم. میخوایم از خلال این برنامه با صفات منافقین و اینکه از آنها چگونه میتونیم بر حذر باشیم بفهمیم. از خلال این برنامه من دوست دارم که به صفات کفار و اینکه چگونه از اونها با اونها برخورد کنیم. در جامعه ممکنه که اهل کفر و الحاد هم وجود داشته باشن، چطوری با اهل کفر و ملت کفر باید برخورد کرد؟ با قرآن میشه فهمید که صفات فاسقین و فجور، اهل فسق و فجور کیا هستند، اینکه چگونه از این کارها توبه کنیم و از این کارها دور بشیم. میتونیم به اوصاف بهشت و بهشتیان بخوانیم، اوصاف دوزخ و دوزخیان میخوانیم، از کارهای نیک و خوب میخوانیم، از کارهای بد و زشت میخوانیم، از امثالهای و مثالهای زیبای قرآنی در روشن شدن حقایق این دنیا و افراد و اشخاص میخوانیم. این هدف کلی این برنامه است. امیدوارم که به حول قوه الهی در خلال درس‌های آینده، برنامه‌های آینده حق این مطلب بتونیم ادا کنیم. قرآن اقیانوسی است از معلومات که حقیقتاً جا داره برنامه‌های بسیاری براش ترکیز کنه. بنده یکی از این خادمانی خواهم بود که خیلی کوچکتر از آنم بتوانم از این بحر و اقیانوس بزرگ برای شما به ارمغان بیارم، ولی گفته ها و فرمایشات علما و قاریان را جمع آوری میکنم تا اینکه بتونیم با همدیگر قرآن را دوباره بخوانیم و با قرآن انس بگیریم و آشنا باشیم. تا برنامه دیگر، خدایا را نگهدارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.